محردین امامов افسر سابق اجنسی ضد مواد مخدر و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 7 ایول در شهر بختر بازداشت شده است. این بازداشت را مقامات توضیح ندادند، اما نزدیکان او میگویند امامов برای بازنشر مطلب در شبکه‌های اجتماعی به تندگرایی عیبدار می شود. همکارم میرزانبی خالقزاد چون و چرای موضوع را تحقیق کرد و میگوید این افسر پیشین خود را بیگناه میشمارد. همین طور نه؟ بله، شهلا امامov 2 روز پیش از بازداشتش از احتمال تعقیب و فشار صدا بلند کرده بود. او در یک نوار ویدئویی بر رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شاهرخ سعیدov سردار ریاست وزارت کار داخلی مراجعت نموده خواهش کرده است که به تفتیش عادلانه قضیه و مساعدت کنند. و میگوید به یگان گناه هدف تعقیب مقامات امنیتی ولایت ختلان قرار گرفته است و از جمله آنهایی است که پیشتر محکوم و بعداً عفو شده است. پس از عفو از او که در خارج کشور به سر ببرد دعوت شد به وطن برگردد. محردین امامov ماه فوریه سال 2020 به وطن برگشت و تا اول ماه ایول به زندگی آرام خود ادامه میداد. پس چرا او بازداشت شد و این بار به چه گناهکار کرده می شود؟ ببینید، امامov عفو شد و پس از بازگشت از ترکیه در شهر بختر آشخانه باز کرد و آشپزی میکرد. مقامات امنیتی او را برای گویا رخ دادن یک مورد دزدی در آشخانه‌اش و گم شدن یک تلفن موبیلی بازداشت کردند، اما دیرتر برای پهن کردن مطلبی در اینترنت مورد بازجویی قرار گرفته است. مفتش پرونده عیبنامه امامov را به خواهر او رابعه امامova نشان داده است که برای اساس ماده 307 قسم 2 یعنی تندگرایی با استفاده از واسطه‌های اخباری عامه یا شبکه اینترنت بوده است. مادر محردین امامov مایدبی خدایارova و برادران او که 27 ایول از ترکیه به ما در تماس شدند حادثه را تحریزی شده مینامند. در نامه کمیته امنیت ملی نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته می شود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 25 اکتبر سال 2019 پرونده جنایتی نسبت شما یعنی محردین امامov با ماده 307 علاوه 3 قسم 4 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان سنه 14 نوامبر سال 2019 در احساسات قطع کرده شده، شما از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدید. پس از دریافت محض همین سند محردین از ترکیه به تاجیکستان میآید. یعنی عفو شد، برگشت و بعد از این بازداشت کردید. ولی آیا او با ادوکات تامین گردیده است و نزدیکانش از وضع او در بازداشتگاه چی میگویند؟ خواهر و برادرانش میگن محردین امامov با ادوکات دولتی تامین کرده شده است، ولی او را هنوز ندیدند و در بازداشتگاه بختر ملاقات هم نکردند. آنها میگن ادوکات دولتی به زنگ‌هایشون هم جواب نمیداده است. از زمانی به دوشنبه به بازداشتگاه پایتخت آورده شدنش نزدیکانش به اون نتوانستند ملاقات کنند. رابعه امامova خواهر محردین امامov روز 26 ایول به رادیو آزادی گفت برای ملاقات به بازداشتگاه دوشنبه رفته است، ولی بنابر حضور نداشتن مفتش اجازه وارد شدن ندادند. محردین امامov از سال 2015 تا 2020 در ترکیه کار و زندگی میکرد، اما به زن و فرزندانش اجازه بیرون رفتن از تاجیکستان داده نشده بود. خودش با اتهام عضویت در گروه افراطی تحت پیگر بود و سال 2019 بر اساس قانون عفو از جوابگری جنایی آزاد گردید. تشکر برای